کمترین تاثیر حتی یه مربی آماتور اینه که وقتی تیم نتیجه نمیگیره بره وسط زمین به بازیکن روحیه بده. اما این بنده خدا رسما رو نیمکت لش کرده بود، فقط یکی باید میومد خودش رو آروم کنه. هر شاتی که کارگردان از صورتش میگرفت از ثانیه اول جام تا آخرش حس ناامیدی به ملت میداد. یعنی تو ساده ترین چیزا رو متوجه نیستی؟ خب اگه اینقدر ضعیفی کلا آدم اشتباهی هستی. با یه ذره جسارت بیشتر میشد با همین بازیکنایی که دعوت شد و کلی حاشیه داشتم از این گروه 5 تا 7 امتیاز گرفت که دیگه امروز دنبال شست پای کسی و باسن توی آفساید بازی کنی نباشی و هزار تا بهونه ردیف کنی. بخوایم عمق فاجعه رو بفهمیم، تیمت نه تنها برد نداشت بلکه حتی یک ثانیه هم در طول 3 تا 90 دقیقه نتونست از حریفاش جلو بیفته. این تیم نه تنها قدرت خوشحال کردن مردم رو نداشت بلکه قدرتش این بود که 24 ساعت ملت رو توی استرس و برزخ نگه داره. ما حتی مثل جام‌های جهانی قبلی 32 هم نشدی. این تیم حتی اگه 2 مرحله هم صعود میکرد بجز دستاورد شخصی برای سرمربی هیچ چیز دیگه ای نداشت. تیمی که همزمان 3 تا بازیکن 36 ساله داخلش فیکسن آیندهش کجاست؟ البته که دمتون گرم، ثواب کردید. بنده خدا دنیس سکرت هم بردید تور آمریکا به چرخه و چقدر قشنگ بود این مد که ما قبل از اینکه 3 تا شانس داشته باشیم و براش دعا کنیم 3 تا بازی داشتیم که براش تلاش کنیم.